حاجی قصه شما با فرزنداتون تموم میشه، قصه شما پسرها دخترها با پدر مادراتون تموم میشه. این داداش یه فصلیه. با این هم که پدر و پسرین، مادر و دخترین، داداش یه جا بود از این اتوبوس پیاده شی بری دنبال زندگی خودت. یعنی یه جا از خانوادت جدا میشی، ازدواج میکنی، میری، اونا پیر میشن، مسافرت میری، چی میگن، کوچ میکنی، میری یه کشور دیگه، نمیبینیشون که. میگیری چی میگم؟ تا زمانی که بغلشون هستی بهشون عشق بده، عشق بگیر. آجی پدر و مادر طلایی هستن که برادر با هیچ بازار جهانی قیمتشون بالا پایین نمیشه. شما هم ای پدر مادر عزیز به بچت هر چیزی که خودت تجربه کردی بد بود خوب بود و خودت از دهن خودت براشون بگو. حتی خصوصی در این چیزی که شوهرت نمیدونه، حتی زنت نمیدونه، به بچت بگو.